ازبکبی اسدالله و خوشنامان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شام 5 ایول در سن 88 از عالم چشم پوشید. او یک هفته اخیر در پژوهشگاه گسترانترولوژی معروف به کلینیک منصوروف در دوشنبه تحت طبابت قرار داشت. ساکنان جماعت نوروز در ناحیه بلخی خبر دادند که در اینجا آمادگی به مراسم ودا و دفن خوشدامن پرزیدنت شروع شده است. ازبکبی اسدالله و در چپایف در خانه پسر کلونیش حاجی رحمت الله سعداللهیف زندگی میکرد. در چپایف از ازبکبی اسدالله و به عنوان یک زن خیلی مهربان و با همه یک توصیف میکنند و میگویند که او هیچگاه از پشت مقام و نفوذ بلند فرزندانش یا از پرزیدنت بودن دامادش کتگی نمیکرد و با خرد و بزرگ مناسبت یکسان و با احترام داشت. درباره علت مرگ ازبکبی اسدالله و معلومات رسمی نشر نشده است، ولی یک روز پیش یک طبیب کلینیک منصوروف در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که خوشنامان پرزیدنت را با علامت‌های کرونا ویروس در اینجا بستری کردند و او زیر دستگاه نفس‌دهی صنعی قرار دارد. ازبکبی اسدالله و 8 فرزند، 2 دختر و 6 پسر داشت. اما البته از همه فرزندان مشهورترین ازبکبی اسدالله و عزیزما رحمان و همسر پرزیدنت امامعلی رحمان و حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک یکی از بزرگترین بانک های تاجیکستان است. چندین تجارت بزرگ در تاجیکستان از جمله شرکت سامون ایر یگانه شرکت هواپیمایی فعال در کشور را به حسن اسدالله زاده نسبت میدهند.